چی را بهتر است که مردم صدقه دهند، پول دهند یا اینکه یگان چیزی مخصوص، غذای مخصوص؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم رو امر کردن که یک صاع یا جو دهید یا یک صاع خرما دهید. این غالبی طعام اهل مدینه بود. در دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یک صاع طعام گفتن. انا همین طعام آیا منظور از کلمه طعام گندم است یا عمومی طعام ها هست؟ بعضی علما میگن که عمومی طعام ها هست. به طعام بسیار چیز داخل می شود. حتی آب هم در قرآن آمده است که آب هم طعام آمده است. یعنی طعام اهل بلد. برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم یا یک صاع طعام دهد یا یک صاع جو دهد گفتن، یا یک صاع خرما یا یک صاع مایز یا یک صاع عقیط گفتن. عقیط یعنی مانند قروت است ولی از جرغات نیو از شیر ساخته شده است، شیرین تر است، ترش نه شیرین است. یعنی طعام اهل مدینه بود. بله، مثل تواروگی که ما استفاده میشود مثل آن باشد. خشک است، سخت است. مانند یعنی طعام اهل مدینه بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال آوردن. بنابراین اکثر علما میگویند که یعنی اینها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال آورده. این طعام اهل مدینه بود. هر یک منطقه طعام اهل منطقه خود را برآورد. مثلا در بسیار از کشورها طعام اولین درجه آنها برنج است. خودی الان مثلا مدینه برنج زکات میدهد. عین زمان ببینید در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم جو میدادند، الان برنج میدهند. برای آنکه برنج مثلا طعام اکثری طعام هاشون مهمان بیایدم یک طعام ملی ما هم برنج است، مثلا آشی پلاو. همین گونه در بسیار کشورها برنج میخورند. یعنی طعام شهر میگویند همین را. مثلا در جای ما شاید رقم یکم آرد باشد، چون که مردم ما بینان تصور کرده نمیشد. روغن و آرد است، اما روغن نه، روغن خودش خورده نمیشد مقصد غالبا. لیکن مردم اساسا نان میخورند. در همه، در سحری، در نصف روزی، در بیگاهی، در همه جا طعام اول حتی دست در خون میمونه یکم اول با نان سر کن میگن. دلیل نباشدن به این گپ.